هر روز استراحت کنندگان لاگری به نام 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان در ولایت سوخت از مشق پگاهی روزی در میدان ورزشی آغاز می‌گردد. نخست به آب و تاب بدن مشغول شده، سپس توسط بازی‌های گوناگون و مشغولیت‌های شوق‌آور تعب خود را بریده می‌نمایند. ناگفته نماند که در استراحتگاه مذکور محفل‌های گوناگون، دوزندگی، رسامی، کتابخوانی فعالیت می‌نمایند. همزمان آنها در استراحتگاه با بازی‌های بندپری، تنیس، والیبال و فوتبال، شاشکا و شاهمات و چندین مشغولیت‌های دیگر مشغول می‌شوند. اینچنین برای آبازی آنها حوض‌های شناوری موجود است که می‌توانند در هوای گرم به ممانعت آبازی نمایند. قریب که از تمام جمهوری استراحت کنندگان آمده استراحت می‌نمایند. علل خصوص از 18 شهر و ناحیه ولایت سوخت و از جمهوری نیز آمده استراحت می‌نمایند. مثلا از دوشنبه، از پنجکند و غیره ها. اینچنین استراحت کنندگان داریم که از شهرهای روسیه آمده به استراحتگاه ما استراحت می‌نمایند. در استراحتگاه 12 نفر مربی، 1 نفر سرمربی کار و فعالیت می‌برند. مورد ذکر است که خوانندگان در برابر بازی و تفریح همزمان در کتابخانه لاگر که با کتاب‌های بدیهی تأمین کرده شده است با مطالعه کتاب مشغول می‌شوند و بیشتر استراحت کنندگان این مکان را اشتراکچیان آزمون و المپیادهای سطح شهری و جمهوریوی تشکیل می‌دهند. از جمله چند نفر استراحت کنندگان اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانای کتاب است می‌باشند. من سمد و چراس خواننده صف 8 می باشم. من از سن خردسالگی هم باز خیلی به شعر و کتابخوانی شوق بسیار دارم و من آرزو دارم که وقتی که کلان می شوم پرچم بردار تاجیکستان شوم. جهت بلند برداشتن ذوق زیبایی پرستی استراحت کنندگان محفل رسامی نیز تشکیل کرده شده است که خوانندگان با شوق و ذوق بلند و صمیمیت خاصه زیبایی‌های دیار را تصویر می‌نمودند. طور مشاهده گردید مسئولین برای فراغت استراحت کنندگان برنامه‌های کنسرتی را نیز پیشنهاد می‌نمایند. در واقع استراحت نمودن در باد و هوای تازه راحت افزاست. همین است که در استراحتگاه‌ها خوانندگان جسماً و روحاً انکشاف یافته به سال نو خوانش همه‌طرفه آماده می‌شوند.